بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له ولا معين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى سائر عباد الله الصالحين. اما بعد، شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند: بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم کلمه است که الله تعالی سوره های قرآن کریم را با این آیت افتتاح کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مکتوب می نوشتند با بسم الله شروع می کردند. بنابراین علما رحمت الله علیهم گفتند که مستحب است که کتاب های علمی را با بسم الله الرحمن الرحیم نویسنده شروع کند. الحمد لله رب العالمین، حمد پروردگار عالمیان که الله تعالی قرآن کریم رو با همین عبارت، با همین آیت افتتاح کرد. الرحمن الرحیم یکی از نامهای الله تعالی رحمان است و دیگری رحیم است. مالک یوم الدین، پادشاه روزی جزاست. پادشاهی این دنیا هم هست، ولیکن در آن دنیا یگان کس دعوای ملک نمی کند. حتی الله تعالی میگوید که لمن الملک الیوم، امروز ملک از آن کی است؟ لمن الملک الیوم، ملک از آن کی است امروز؟ هیچ کسی دعوا نمی کند. الله تعالی میگوید که لله الواحد القهار، از آن الله است که یگانه هست و قهار است. در این دنیا دعوا دارند مردم، این ملک من است، ملک پدرم است، اما روز قیامت کسی دعوا ندارد. و الا الله تعالی هم مالک دنیا هم مالک آخرت است. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدیم که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، او شریک ندارد. ولا ظهیر له، و یگان شخصی نیست که الله تعالی را غلبه کند. ولا معین، یاری دهد. الله تعالی نه شخصیت دارد که، نه یگان مخلوقی هست که الله تعالی را مغلوب سازد، بلکه الله تعالی غالب است. ولا معین، و یگان یاری دهنده ندارد. الله تعالی به هیچ کسی حاجت ندارد. حمد و ثنا به الله تعالی گفته ایستادند. بعد به صلوات و ثنا به پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع کردند. گفتند که و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، شهادت میدیم که محمد بنده الله تعالی و رسول و فرستاده الله تعالی هستند. الذی ارسله الی الخلق اجمعین، الله تعالی به تمام خلق فرستاده. پیشین پیغمبرها به یک محله، به یک قبیله فرستاده میشدند، اما جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به تمام انس و جن پیغمبر ثقلین فرستاده شدند. صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا. سلام و درود الله تعالی باد و سلامتی باد و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و به صحابگانشان و به خویشاوندانشان و به پیروانشان سلامتی های بسیار، و علی سایر عباد الله الصالحین و به تمام بندگان نیک الله سبحانه و تعالی. اما بعد کلمه که بعد حمد و ثنا و بعد مضمون مقدمه در مقدمه کتاب ها نوشته میشه. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که اما بعد فقط سئلت غیر مرة، اما بعد یک چند مراتبه پرسیده شدم ان اکتب ما حضرنی ذکره مما جرى فی المجالس الثلاثه، یک چند مراتبه پرسیده شدم که نویسم آن صحبت هایی که در مجلس سیگانه روی داده بود. هر گپی که در مجلس سیگانه که با امر سلطان خلیفه مسلمان های آن وقته این مجلس برپا کرده شده بود و در آن مجلس بحث و مناظره شده بود، چندین مراتبه برادرها، شاگردها، یار و دوستها التماس کردند که همین خلاصه مناظره را، حادثه‌ای که شد، با آنها نوشته دهم. المعقوده للمناظره، سه مجلسی که برپا کرده شده بود برای مناظره،
برای جدال و کشمکشی. فی امر الاعتقاد در کدام مسئله بود مناظره؟ در امر اعتقاد بود. بمقتضا ما ورد به کتاب السلطان، به تقاضای آن مکتوبی که از جانب سلطان نوشته شده بود. یعنی سلطان به امیرهای شهرها مکتوب کرد که یا مجلسی برپا کرده شود که در آن مناظره تشکیل کرده شود. من الدیار المصریه الی نائبه امیر البلاد، از سلطان دیار مصری به نائبش امیرهای شهرها. تمام امیرهای شهرها، امیر مکه، امیر مدینه، امیر مثلا عسقلان، امیر دمشق، امیر حران، امیر بغداد، امیر کوفه، اینها همه سلطان اطاعت میکنند. سلطان مکتوب کرد به امیرهای شهرها که یک مجلس برپا کرده می شود، بنابراین علماهای خود را از شهر و ناحیه های خود به مرکز فرستاند که آن وقت در قاهره بود. برای چی این حادثه روی داد؟ لما سعى الیه قوم من الجهمیه والاتحادیه والرافضه وغیرهم من ذوی الاحقاد. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که برای اون که یک قوم از جهمیه ها، اتحادیه ها، رافضه ها به نزد سلطان رفته شکایت کردند. ذوی الاحقاد شخصیت هایی که در قلباشو حقد دارند، بدبینی به سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، بدبینی به عقیده تازه مسلمان ها دارند، بنابراین آنها را این بدبینیشان مجبور کرد که به نزد سلطان رفته شکایت از بالای شیخ الاسلام کنند. شیخ الاسلام 7 مراتب زندان شدند. 7 مراتب زندان شده باشه، همش به سبب همین عالما شد. یعنی یگان آدم عامی شیخ الاسلام شکایت نکرده است، یگان جنایت نکردند، یا خود حکومت محکم نکرده است، امیرهای و سلطانها، همش به سبب مکتوب قاضی های مفتی ها. خب فامر الامیر بجمع القضاة الاربعه، سلطان امیر امر کرد که قاضی های 4 مذهب جمع کند، یا اینکه فامر الامیر بجمع القضاة الاربعه، امیر بعد مکتوب سلطان گرفتن قاضی های 4 مذهب جمع کردن به فرمان داد. قضاة المذاهب الاربعه و غیرهم من نوابهم والمفتین والمشایخ، قاضی های 4 مذهب، یعنی منظور مذهب حنفی، مالکی، شافعی، احمد، که اینها معروف ترین مذهب ها بود. و غیرهم، غیر اینها هم از نایبانشان، یعنی غیر قاضی ها با نایبان قاضی ها و مفتی ها و مشایخ، شیخ ها، شخصا مقصد هستن عالمانی که مفتی نیستن، قاضی نیستن، ولی شیخ هستن، عالم هستن. و ممن له حرمت و به اعتداد، شخصیت هایی که در بین مردم حرمت دارد، اعتبار دارد، قولش معتد به هست، یعنی قولش اعتبار دارد. و هم لا یدرون ما قصد بجمعهم فی هذا المیعاد، آنها نمیدانند که مقصود از جمع آنها در این وعدگاه چی بود. یگان آدم نمیدانست. و ذلك یوم الاثنین 8 رجب المبارک عام 7500، و این روز دوشنبه بود، 8 ماه رجب مبارک سال 705 هجری بود که آن هنگام شیخ الاسلام رحمت الله علیه 44 ساله بودند. فقال لی هذا المجلس عقد لك، بعد نایب سلطان گفت که برای من، شیخ الاسلام میگه، این مجلس از بحر تو برپا کرده شد. فقد ورد مرسوم السلطان بیان اسألك عن عقیدتك، در حقیقت وارد شده است مرسوم سلطان. مرسوم نص قانونی یصدر عن رئاسة الدوله له قوة القانون، یعنی نص قانونی که از رئیس دولت، از سلطان دولت یا از خلیفه دولت صادر میشد و حکم قانونی دارد. یعنی در حقیقت مکتوب سلطان هست، فرمان سلطان است که من تو را از اعتقادت پرسم. یعنی سلطان نایبش را امر کرده است که شیخ الاسلام را
عقیدشان را پرسجو کند. و عما كتبت به الى الديار المصریه، و علی الخصوص از آن مکتوبی که به دیار مصر نوشتی، من الكتب التي تدعو بها الناس الى الاعتقاد، از آن کتابهایی که به واسطه آن کتابهایی که نوشتی مردم را به عقیده دعوت میکنی. و اظنه قال، شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگه که و گمان میکنم که گفت و ان اجمع القضاة والفقهاء و تتباحثون فی ذلك، و مرا سلطان امر کرد که من قاضی ها و فقها را جمع کنم تا اینکه شما بین همدیگر بحث کنید، یعنی جدال کنید تا اینکه حق معلوم شود. فقلت، بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه به سخن داده شد، گفتم که اما الاعتقاد فلا یؤخذ عنی ولا عمن هو اکبر منی، اما عقیده باشد پس او از من گرفته نمی شود و نه از آن شخصی که از من بزرگتر است. بل یؤخذ عن الله و رسوله صلی الله علیه و سلم، بلکه اعتقاد از الله و رسولش صلی الله علیه و سلم گرفته می شود. عقیده چیزی که از الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته می شود. و ما اجمع علیه سلف الامه، و از آن قولی که سلف امت اجماع کرده باشد، خلاف نباشد در این مسئله. فما كان في القرآن وجب اعتقاده، هر چیزی که در قرآن است واجب است اعتقاد کردنش. و كذلك ما ثبت في الاحاديث الصحيحه، و این چنین آن حدیث هایی که در حدیث های صحیح ثابت شده است، مثل صحیح البخاری و مسلم، هر عقیده ای که در صحیح بخاری و مسلم ثابت شده است و مانند صحیح بخاری و مسلم حدیث های صحیح، وجب اعتقاد به، واجب است که انسان با آنچه اعتقاد کند. و اما الکتب، اما مسئله کتاب ها باشد، فما كتبت الى احد کتابا ابتداء ادعوه به الى شيء من ذلك، من هیچگاه به کسی ابتداء کتاب ننوشتم که آنها را به چیزی از اعتقاد دعوت کنم. ابتداء چیه؟ یعنی من خودم سر کرده مکتوب از فلانی به فلانی گفته مردم من به اعتقاد دعوت نکردم هیچگاه. ولکنی کتبت اجوبتا اجبت بها من یسألونی، لیکن من نوشتم یه جوابهای نوشتم که جواب دادم در آن نوشتجات خود با آن شخصیت هایی که مرا پرسیدن، من اهل دیار مصریت و غیرهم، خواه آنها از اهل دیار مصری باشد خواه غیر آنها باشد، هر کسی که از من سوال پرسید من به سوال آنها جواب نوشتگی هستم. و کان قد بلغنی انه زور علی کتاب الى الامیر رکن الدین الجاشنکیر استاد دار السلطان، به من یک سخنهای رسیده آمد که کسی از نام من زوره، یعنی به شهادت زور دروغانه از نام من به امیر رکن الدین جاشنکر مکتوب نوشته است که این کس استاد دار السلطان بود و امیر بود. یتضمن ذکر عقیدت محرفه، محتوای اون چیزی که از نام من نوشته شده است عبارت از عقیده محرفه، یعنی تحریف کرده شده، عقیده باطل. ولم اعلم به حقیقت، من حقیقت آن مکتوب ها رو نمیدونستم که در آنجا چی نوشته شده است و کی نوشته است، از حقیقتش بیخبر هستم. ولکن علمت انه مکذوب، لیکن دانستم که از نام من دروغ نوشته شده است. و کان یرد علی من مصر و غیرها من یسألنی عن مسائل فی الاعتقاد و غیره، و به نزد من از مصر و از غیر مصر شخصیت های می آمد می پرسید در مسئله های عقیده و غیر عقیده، فاجیبه بالکتاب و السنه، و من با کتاب و سنت به سؤال های ایشان پاسخ می دادم. و ما کان علیه سلف الامه، و هر اعتقادی که در آن اعتقاد سلف این امت در همان اعتقاد با همان به مردم جواب می گرداندم. فقال نريد ان تكتب لنا عقیدتک، نایب سلطان گفت که ما میخواهیم که تو برای من عقیدت را نویسی، عقیدت را نویس برای ما تا اینکه ما آن را دیده برایم تحلیل کنیم.
فقلت اكتبوا، گفتم که نویسید. فامر الشیخ کمال الدین ان یکتب، بعد نایب سلطان امر کرد شیخ کمال الدین زملکانی اینکه نویسد. فكتب له جمل الاعتقاد في ابواب الصفات والقدر ومسائل الايمان والوعید والامامه والتفضیل. پس نویست یک جمله از عقیده ها در باب صفات های الله تعالی، در باب تقدیر، در باب مسئله های ایمان و وعید. وعید یعنی الله تعالی به عذاب وعده میکند. و الامامه، امامتی بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، خلافت کی بود، کی سزاوار است. و تفضیل و افضلیت بین آنها، آیا علی بهتر است یا عثمان بهتر است، یعنی التفاضل بینهم. و التفضیل به معنای التفاضل بینهم، یعنی بین آنها کدام آنها افضل است. همین مسئله ها رو نوشته. و هو، خلاصه آن چیزی که من گفتم کمال الدین نویست این بود که و هو ان اعتقاد اهل السنت والجماعه، این است که اعتقاد اهل السنت والجماعت الایمان بما وصف الله به نفسه و بما وصفه به رسوله صلی الله علیه وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل و ان القرآن کلام الله غیر مخلوق منه بدأ و الیه یعود. ایمان این است که عقیده اهل سنت و جماعت این است که ایمان آوردن به آن وصفی که الله سبحانه و تعالی خود را در قرآن کریم وصف کرده است و آن وصفی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی را وصف کرده اند، ما باید ایمان بیاریم بدون تحریف، حرفهای آن را تغییر ندهیم، تعطیل نکنیم، معناهای آن را باطل نکنیم، تکییف نکنیم، یعنی چگونه گفتیم صفاتهای الله تعالی را نپرسیم، ولا تمثیل، صفاتهای الله تعالی را بر کسی مانند نکنیم. اگر مثلا یک مسئله استوا را گیریم، من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل، دانستن مهم است برادران. تحریف اگر ما گوییم که استوا، الرحمن علی العرش استوى، به معنای استولا گفته لام اضافه کنیم، این تحریف است، یعنی حرف اضافه کردیم. استولا معنا داره. استولا، استوا بشرون علی العراق، بشر به عراق والی شد بدون ریزانیدن خون و بدون زدن شمشیر، بشر به عراق والی شد. اگر ما اینگونه استوا که به معنای استولا در لغت عرب آمده است، اینا به الله تعالی نسبت دهیم گویا که عرش اول از آن دیگر کس بود و سپس الله تعالی والی شد، سپس الله تعالی صاحب شد. خیلی که بعضی پادشاه ها به یک کشور در آمدن، کشور میگرفتن، ضبط میکردن و از آن خود میکردن، تا امروز از آن آنها نبود. اگر ما به این معنای استولا عرش ترجمه کنیم، این همین گونه میشد که به الله تعالی لایق نیست. این تحریف است. ولا تعطیل، تعطیل چی است؟ الرحمن مستوى علی العرش، یعنی الله تعالی بر بالای عرش استوا نکرد، یعنی تعطیل است، بیکار میکنیم. این تعطیل است، بیکار کردن صفت الله تعالی. الله تعالی میگه که الله بر بالای عرش استوا کرد، یعنی برآمد، ارتفع، برآمد. تحریف کنیم استولا میگویم، یعنی والی شد. این معنای نادرست است. تعطیل کنیم میگویم که الله تعالی در بالای عرش نیست، گوییم تعطیل کردیم، یعنی صفت الله تعالی رو بیکار کردیم. تکییف کنیم الله تعالی چخیل به بالای عرش برآمد. گفته سوال دهیم، ما یک سوال دادیم که باید همین سوال نمیدادیم. و سؤال عنه بدعه، این گونه سوال دادن بدعت است، چون که صحابه ها نپرسیدن. وقتی که 7 جای قرآن آمد، یگان مراتبه یگان صحابه نگفت که یا رسول الله الله تعالی بالای عرش برآمد، چخیل برآمد؟ گفته یگان کس نپرسید. بنابراین امام مالک گفتن که و سؤال عنه بدعه، پرسیدن چخیل الله تعالی استوا کرد، چخیل ایخیل کرد، چخیل میشنود، چخیل گپ میزند، چخیل غضب میکند، چخیل میخندد، گفته کیف گفتن بدعت است. و سؤال عنه بدعت ولا اراک الا رجل سوء فاخرجوه، من تو مرد بد میپندارم، این از مسجد بیرون برآورید. گفتن برای عقیده باطلش از مسجد امام مالک پیش کرد. خب
و ان القرآن کلام الله غیر مخلوق، و قرآن سخن الله تعالی هست. قرآن سخن الله سبحانه و تعالی است. قرآن صفتی از صفتهای الله تعالی هست، غیر مخلوق. قرآن خلق شده نیست. این قلم خلق شده هست، کتاب خلق شده هست، همچون کتابی که عبارت از ورق است. لباس های ما خلق شده است، ما خلق شده هستیم. لیکن قرآن سخن الله تعالی است، مخلوق نیست. منه بدأ، قرآن از الله تعالی شروع شده است. اولین ذاتی که قرآن را گفته است الله تعالی است. و الیه یعود، قرآن به سوی الله تعالی برمیگردد. یکی از علامت‌های قیامت این است که قرآن از مصحف ها برداشته میشه. وقتی که مردم میبینه در مصحف دیگه ورقی خالی میموند. خب، ولا تکییف گفتیم، ولا تمثیل نگفتیم. تمثیل صفت الله تعالی به صفت مخلوق ها مانند کردن. این چهار چیز، یگان ته همین کار چهار چیز ما باید اجرا نکنیم. این است عقیده اهل سنت و جماعت. نه تحریف میکنیم، نه تعطیل میکنیم، بیهود بیکار میکنیم، نه کیفیتشو نمیپرسیم، ولا تمثیل مثال هم نمیزنیم. نمیگیم که مثلا الله تعالی بر بالای عرش برآمد، چه خیلی من بر بالای این کرسی برآمده نشستم، نمیگوییم. مانند نمیکنیم الله تعالی را و مخلوقاتش. و ان القرآن کلام الله غیر مخلوق منه بدأ و الیه یعود. قرآن به سوی الله تعالی برمیگردد. والایمان بان الله خالق كل شيء من افعال العباد و غیرها. الله تعالی، ما باید ایمان بیاریم که الله سبحانه و تعالی خالق همه چیز است. هم بنده ها را آفریده است، هم کارهای بنده ها را آفریده است. الله خلقکم و ما تعملون. الله تعالی شما را آفرید و آن عملهایی که شما اجرا میکنید، اون عملهای شما را هم الله تعالی آفرید و غیر اینها را، همه چیز را الله سبحانه و تعالی آفرید. و خلق کل شیء، الله تعالی همه چیز را آفرید. و انه ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. هر چیزی که الله تعالی خواست میشه و هر چیزی که نخواست نمیشه. و انه امر بالطاعه، الله تعالی ما و شما را به طاعت کردن الله تعالی امر کرد. و احبها و رضیها، الله تعالی دوست داشت و راضی شد. یعنی این گپای اول شیخ الاسلام املا کرده ایستادند، شیخ کمال الدین زملکانی نوشته ایستاده است و در مجلس نایب سلطان و تمام قاضی ها و مفتی های چهار مذهب، علمای تمام مسلمان های دنیا نشستگی هستند. گبزن شیخ الاسلام ابن تیمیه هستند، نویسنده کمال الدین زملکانی هستند. و نهی عن المعصیه و کریهها، الله تعالی ما را از گناه منع کرد، نکنید گفت، و گناه را بد دید. والعبد فاعل حقیقتا، اجرا کننده کار خیر یا کار گناه بنده هست در حقیقت. نماز خواند کی؟ بنده. قرائت قرآن کی کرد؟ بنده کرد. گناه را کی کرد؟ بنده کرد. اجرا کننده کار در حقیقت بنده هست. والله خالق فعله، الله تعالی همین فعلش آفرید. والایمان و ان الایمان و الدین قول و عمل. ایمان و دین، که دین شاملتر از ایمان است، این قول و عمل است. هم با زبان گفتن است و با هم اعضاها اجرا کردن است. یزید و ینقص، ایمان زیاد میشد، دین هم میخواد. دین یک آدم دیندارتر، فلانی از فلانی دیده دیندارتر است میگوید. دین و ایمان زیاد و نقص کم میشه. و الا نکفر احد من اهل القبله بالذنوب، و اعتقاد اهل سنت و جماعت است که ما یگان اهل قبله را به گناه تکفیر نمیکنیم. عرق نوشیده است کافر نمیگوییم، زنا کرده است کافر نمیگوییم، قتل نفس کرده است، آدم کشته است کافر نمیگوییم. هر عمل گناهی که غیر شرک یا کفر عمل گناه کرده است، گناه کبیره کرده است یا صغیره کرده است، ما او را تکفیر نمیکنیم. عقیده اهل سنت و جماعت امین است، کافر نمیگوییم با گناه. ولا نخلد فی النار من اهل الایمان احد. آن شخصی که اهل ایمان بود، یگان اهل ایمان را در دوزخ ابدی میسوزد، گفته اعتقاد نمیکنیم. مسلمان اگر رفت به دوزخ افتاد، نسأل الله سلامت و العافیه، به قدر گناهش یا به طور که الله تعالی عفو کنه جزا داده می شود، سپس عفو کرده عاقبت به جنت می دراید.
مسلمان هیچگاه در دوزخ ابدی نمیسوزد برادر. یه روزه میبراید. یعنی هیچگاه ما در حق اهل ایمان خیلی اعتقاد نمیکنیم. و ان الخلفاء بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر، بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه این ابو بکر است. هزارها دلیل است. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در منهاج السنه 9 مجلد است. 9 مجلد اثبات میکنند. اگر منهاج السنه خوانید میدانید که در دنیا مثل شیخ الاسلام عالم نیست. همین کتاب منهاج السنه میخوانید میفهمید این شخصیت کی بوده نشه. بحری که ساحل ندارد. حتی پدری استاد ما فقط درباره ابوبکر در کتاب منهاج السنه 9 مجلد است. درباره فقط ابوبکر هر چیزی که گفتن یک مجلد جمع آوری کردن. درباره حضرت ابوبکر صدیق یک سخنهای گفتن که در دنیا یگان کس گفتگی نیست. ما میدانیم که بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه سزاوارترین شخص به جای رسول الله خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر است، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی، و ان مرتبتهم فی الفضل كترتیبهم فی الخلافه. مرتبه آنها در فضیلت هم مانند مرتبهشون در خلافت است. یعنی چه خیلی که میخیل ترتیب آمد همین گونه آنها در پیشگاه پروردگارم همین قدر مرتبه دارند. و من قدم علی علی عثمان فقد ازرا بالمهاجرین والانصار. کسی که اگر علی را از عثمان مقدم داند در حقیقت به مهاجرها و انصاریها حق آنها را پست کرده است. ازرا یعنی قلل من شأنه و عابه. مهاجرها و انصاریها را عیب کرده است و آنها را تحقیر کرده است. کسی که اگر گوید که علی از عثمان بهتر است، عثمان بهتر است از علی. پیامبر صلی الله علیه وسلم 2 دخترشون به عثمان دادن، 1 دخترشون به علی دادن. با گفتن که اگر با دختر می داشتم و یشم با عثمان می دادم. سیومینشان. شیعه های اول علی را از عثمان افضل می دونستن. خلاص دیگه در همه مسئله مانند ابوبکر و عمر اعتقاد داشتن. مانند دیگر صحابه ها بودن. در همه مسئله ها شیعه های اول فقط علی را از عثمان افضل می دونستن. تمام دیگر در همه مسئله مثل دیگرها بودن. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که کدام انسانی که علی را از عثمان افضل داند، مهاجرها و انصاری هایی که الله تعالی آنها را ثنا گفته است همه های تنقید کرده است، همه های عیب کرده است، برای آنکه آنها همین گونه خلافت بیعت کردند. و ذکرت هذا او نحوه. همین گپ را گفتم یا مانند همین خیل گپ ها را گفتم، چون که به 7 سال شده است. فإني الآن قد بعد عهدی. حالی من عهدم از وای چیز دور است. عهدم یعنی چندین سالها گذشت. ولم احفظ لفظ ما املیتو. هر چیزی که من در اون مجلس املا کردم من آن را حفظ نمیدانم. لکنه کتب ذاک. یکی وقتی که من املا کردم نوشته شده بود همون وقت. ثم قلت للامیر والحاضرین. سپس من به امیر و حاضرین گفتم، میگن شیخ الاسلام رحمت الله علیه، انا اعلم ان اقواما یکذبون علی. من میدانم که بعضی آدم ها از نام من دروغ میگویند. در حقیقت در حق شیخ الاسلام دروغ بسیار شد، تهمت ها کردند. چخیلی که ابن بطوطه را ذکر کردیم، ابن بطوطه در بالای منبر میگوید که من دیدم، میگوید شیخ الاسلام ابن تیمیه را گفت که در بالای منبر بود، میگوید دیدم که میگفت الله تعالی 3 آخری شب شود از آسمان به آسمان دنیا میفراید. چخیلی که من از منبر میفرایم گفته یک زینه فرا آمد و همین گپ را گفته از نام شیخ الاسلام تیمیه دروغ گفت. حالا که شیخ الاسلام تیمیه یگان مراتبه خطبه جمعه نکردند و شیخ الاسلام اون هنگامی که ابن بطوطه وارد دمشق شده بود در زندان بودند. یعنی قصداً دروغ میگفتند مردم از نام شیخ الاسلام تیمیه. بنابراین گفتم که من میدونم که بعضی قوم ها از نام من دروغ میگوید. کما قد کذبوا علی غیر مره. چخیلی که از نام من چندین مراتبه دروغ گفتند. و این املیت الاعتقاد من حفظی.
اگر من حوزی اعتقاد از حفظم همین خیل نقل کردن گیرم ایملا کردن گیرم ربما یقولون کتم بعضه شاید که گویم که بعضیش پنهان کرد گویم برای اون که حوزی شیخ الاسلام ایملا کرده ایستادیان زملکانی نوشته ایستاده است امیر و دیگر باقی مانده علماها شاهد هستند بعد شیخ الاسلام همین خلاصه آمدن گفتن که اینه من اگر حاضر ایملا کنم شاید همین خیل فکر کنم گویم که بعضیش پنهان کرد او کتم بعضه او دهن او دارا یا مداهنه کرد یا مدارا کرد گویم مداهنه را میدانیده اظهر خلاف ما اضمر اظهار میکنه انسان خلاف آن چیزی که در دل دارد این صفتی به دست مداهنه از کلمه روغن گرفته شده است یعنی رویش به قول خواجه سلیخ کردن در باطن دین قلب بدبینی دارد و برای از ترسیدن شر همین خلق خودتون زیبا نشان میتید طبق عقیده آنها خودتون نشان میتید از ترسی ظلمشان دارا نمی ترسد و همچون خفه نشود میکنند مدارات یعنی صفتی مضمونتر نه صفتی خوبش این هم همین چیزی که در دل دارد اون نمیگود و دیگرش میگود لیکن این صفتی نیک خیلی یک انسان بای هست قدرت دارد خوف و خواطری ندارد از آدمی که در پیشش نشسته است و دهنش یک گپ می آید که گوید که همینه دلش می خراشد لیکن نمی گوید تو گپی نازم این مدارا هست یعنی اینم خلاف آن چیزی که در قلبش هست لیکن برای نشکستن خاطرش نه از برای ترس و از برای فریب فهمیدید برادران مداهنه و مدارا هر دوش یک معنا هست اصلا خب من اگر از املا کنم کمال الدین نویسه شاید بعضی ها گمان کنند که این ابن تیمیه بعضی چیزها را پنهان کرده ایستاده است گویم فانا احضر عقیده مکتوبه بگذار من عقیده نوشته شده را بیاریم من نحو 7 سنین قبل مجیء تتر الى الشام پیش از آمدن تتر مقصد مغول به شام آمده بود پیش از آنها آمدن من نوشته بودم انا همون بیاریم از روی همون مناقشه کنیم جدال کنیم گفتم و قلت قبل حضورها کلاما قد بعد عهدی به پیش از آنکه کتاب یگان کس حاضر کند البته شیخ الاسلام خسته مجلس نمیرن آخر یگان کس میفرستونن شیخ الاسلام در دمشق اصلا زندگی میکردن با برید فرستانیده شده بودن برید میدونید برید اسبهای تیزی هست اسبهای تیزی که در استراحت قرار میگیرد مثلا از بین شهر مکه و مدینه اسبهای تیزی میشد اینها یک خیل میدوند مسافرهای میبرد میرساند یا اینکه مثلا مکه و مدینه که دراز است این قدر رو مثلا اسب طاقت نمیکند غالبا همون جاهایی که مثلا 30 کیلومتر 40 کیلومتر جا یک خیل اسب میدوانند و همون شهر برفتگی اسب همون شهر عوض میکند برای مکتوبی سلطان برای تیزتر به قاضی ها برای امیرهای شهرها رسیدن به واسطه همین برید یا اگر یک کس به مرکز آوردن شود برای حبس کردن یا برای همین مناظره ها به واسطه برید آورده میشد شیخ الاسلام رحمت الله علیه امیر شهر دمشق به واسطه برید میفرستاند به قاهره و منظور همین که یگان همین دیار مصر همین کتاب هست مقصد یک کس فرستاندن که همین کتاب اصلش گرام بیاد نسخه هاشه و قلت قبل حضورها کلاما قد بعد به عهدی به پیش از آن که کتاب بیارم شیخ الاسلام رحمت الله علیه گپ میزدن الله تعالی رحمت و مغفرت کنه این آدم الله تعالی یک به امت اسلام داده بنابراین بعضی علما گفتن که از این آدم اگر 3 دیگه میشد عالم گلستان میشد خب وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عهدي بها بعد عهدي بها عهدي من دور است یعنی حاضر نمیدونم
به تفصیل آن چیزی که اونجا گفتم تا کتاب آوردم شما اونجا گپ زدم گفتم که و غضبت غضبا شدیدا و بسیار غضبی سختم کردم. شیخ الاسلام امام ذهبی میگم که یکی از عیب‌های شیخ الاسلام غضب میکرد. غالبا غضبشون در راه الله تعالی بود لیکن غضبی مفرط میگم، غضبی که از حد گذرانده غضب میکرد. الان با معالمی که گفته که اگر غیر شیخ الاسلام از دیگر مذهب هایم با 3 عالم میشد مانند شیخ الاسلام. شیخ الاسلام اصلا در مذهبی حنبلی تربیه یافتند، سپس بیرون از مذهب فتوا میدادگی شدند. اول مذهب حنبلی رو خواندند، بعد مذهب‌های حنفی، مالکی، شافعی، ظاهری، دیگر مذهب‌های حتی شیعه، مذهب‌های کرامیه، تمام مذهب‌های باطل، حتی مذهب‌های یهود و نصارا، همه چیزا خواندند. بیرون از مذهب مجتهد شدند. بعد لیکن اصلشون مذهب حنبلی هست، یعنی مذهب حنبلی که تربیت کرد، پدرشون باباهایشون علمای مذهب حنبلی هستند. بنابراین عالم گفتن که اگر غیر شیخ الاسلام با 3 نفر دیگر عالم میشد مثل شیخ الاسلام علم داشته باشد و یکیش مثلا اصلا شافعی باشه، یکیش مالکی، یکیش حنفی میشد، ولیکن آنها مثل شیخ الاسلام غضب نمی داشتند. بعد در دنیا یک کسی شریک نمی آورد با الله تعالی، در دنیا عرق نوشیده نمیشد، میخواد سخنها گفتن، یعنی این سخنها نشودنی هست لیکن مبالغه هست و از این سخن بزرگی شیخ الاسلام و بزرگی علمی ایشان فهمیده میشه و هیچ چون غضبشون هم فهمیده میشه. اگر اون 3 عالم مثل شیخ الاسلام غضب نمی داشتند، یعنی شیخ الاسلام خودشون هم، یعنی یکی از کمبودی های شیخ الاسلام غضبشون. حتی در ایام کودکیشون هم یک طالب علم گفتی مناقشه کردیم، بعد شیخ الاسلام گفت این خیلی گپ در یگان کتاب نیست گفتیم. بعد اون آدم کتابش آورده است، آورده شیخ الاسلام داده است، خوانه که هست کتاب برداشته زدی است. بعد میگوید که تو میگوید جری بودی ای ابن تیمیه، تو بسیار شخصی جرأتناک، کتاب علمی باید انسان احترام کنه، کتاب علمی رو به زمین پرتافتی حالا که با سزاواری احترام است، در جاش سوال میتیم من بهتر می یا اینکه موسی علیه السلام. اون طالبی میگوید که موسی علیه السلام بهتر است، میگن تورات بهتر است یا همین کتاب؟ میگن تورات بهتر است. بعد میگن که موسی در وقت غضب تورات به زمین پرتافت و هر یک گپ دلیل می‌آورد در ایام جوانیشون خوردیشون. الله تعالی رحمت و مغفرت کنه. خیر، غضب میکردن و غضبت غضبا شدیدا، میگم که اینجا غضب کردم، یعنی پیشنهاد نایب سلطان است، اینقدر فقها علمای دنیا شتگی است. لکنی اذکر انی قلت، لیکن آن چیزی که در خاطرم است من گفته بودم که انا اعلم ان اقواما كذبوا علی، من میدانم که بعض انسان ها از نام من دروغ گفتند و قالوا للسلطان اشیاء، و به سلطان آمده سخنهای دروغ از نام من رسانیدند. و تکلمت بکلام احتجت الیه، چند کلام های آورده حجت آوری کردم، مثل ان قلت، مثل اینکه گفتم که من قام بالاسلام اوقات الحاجت غیری، در وقتهایی که اسلام به علما به مجاهدین محتاج بود کی در راه الله تعالی خدمت کرد غیری من. و من قام بالاسلام اوقات الحاجت غیری، من الذي اوضح دلائله و بینه، کی دلائل شریعت را بیان کرد، کی روشن کرد شریعت را به مردم وقتی که همه سکوت کرد و من گپ زدم. و جاهد اعداءه، که همراهی دشمنان اسلام جهاد کرد وقتی که من جهاد کردم دیگرها خاموش بودن. و اقامه لما مال حين تخلى عنه كل احد، کی دین برپا نگاه داشت وقتی که همه به هر طرف مایل کرد و همه از وی راه گریز کافت، وقتی که تتر، مقصد مغول ها رو تتر هم میگن،
مغول چینگیزخان لشکران آنها وقتی که به سوی شام آمدند در دمشق نان قیمت شد، خر قیمت شد، خانه ها ارزان شد، مردم خانه هاشون رو فروخته به مصر گریختند. گروه علما، مفتی ها، قاضی ها، طالب علم ها همه میگریخت. شیخ الاسلام رحمت الله علیه 29 ساله بودند. به سلطان مکتوب کردند که در مصر می نشست. مکتوب کردند که مردم راه نتید که گریزد از دمشق خالی نمونیم که تتر مغول ها در آید، چنگیز ها در آید. برعکس لشکر فرستان. شیخ الاسلام رحمت الله علیه به نزد نبیره های چنگیز خان رفتن، روبرو بخوردن. چندین مفتی های قاضی های هم از همراه شیخ الاسلام رحمت الله علیه رفته بودند. نبیره چنگیز خان که یک ظاهرا اسلامی، ظاهرش کفر و با ظاهرش شیعی و باطنش کفر قبول کرده بود، یعنی مسلمان تازه نبود. چون که لشکرهای چنگیز خان زنهای مسلمان های غصب میکرده، فرزنددار میشد. و این یکی از نبیره های چنگیز خان دعوای اسلام میکرد، لیکن مسلمان تازه نبود، شیعه تقلید بود. بعد وقتی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه چندین علماهای و مفتی ها که رفتن، اینهای شناب تمام و دسترخوان کشاد. وقتی که همه میخورد، شیخ الاسلام تایمی نخوردن. بعد گفت که برای چی تو نمیخوری؟ گفت که این مالات حرام است. گفت هیزیمایی که این هیزیم ها که تمام پختی غصب شده هست، این گوشت هایی که کشتی گفت حرام است، همش غصب مال مسلمان از من چگونه نخورم؟ گفت که این مفتی ها ترسیدند. صدا هست؟ بله استاد. مفتی ها ترسیدند. حتی یکی از فقیه ها میگوید که من میگوید چی ها ما جمع کردم، لباس ها ما جمع کردم که در بری شیخ الاسلام تیمیه نشسته بودم، حاضر شمشیر که اگر گردنش زند لباس ها بی نماز میشد. گفته سبحان الله، این فقها همه خیلی فقها بودن. این چیز طهارت میشکند و چیز غسل میشکند، همه خیلی چیزها اهمیت میدادن. حاضر لباس هم بی نماز میشه. سبحان الله. بعد و شیخ الاسلام گفت که گفت تو پرهیزگار مینمایی، گفت یا در حق من دعا کن. گفت برای اینکه نخوردم که طعام چنگیز خانم. بعد شیخ الاسلام در حقش دعا کردن، اکثرش دعای بد بود، همه دعاها دعاهای معلق بود. میگفتن که ای الله، اگر مقصد اینها اعلای کلمت الله باشد، جهادی در راه الله باشد، اینها را نصرت ده. اگر مقصد اینها جور و ظلم و غصب و قتل باشد، اینها را خار و ذلیل گردان. گفته با همیشه تعلیق دعا میکردن. این همین دعا را وقتی که دعا را کردن، در همین وقتی دعا همین فقیه گفته است که من لباسامو جمع کردم که حاضر گردنش زند، مقصد لباسای من خون نشود و بی نماز نشود، نجاست نشود. یعنی شیخ الاسلام اینجا همین در نظر دارم که وقتش ما گاب میزدیم، خدمت به اسلام میکردیم، جهادی در راه الله میکردیم، شما اما تو کجا بودید ای الله؟ گفته همین خیلی گاب زدم، میگم غضب کردم، میگم فهمیدید؟ همینجا در نظر دارم. ولا احد ينطق بحجته ولا احد يجاهد عنه. وقتی بود که یگان کس حجت آوری نمیکرد، یگان کس جانبداری دینی مقدس اسلام نمیکرد و کسی در راه اسلام جهاد نمیکرد. و قمت مظهرا لحجتی مجاهدا عنه مرغبا فيه. من خواستم اسلام بزرگیش برای مردم میفهمانیدم، حجت می آوردم، جهاد میکردم، مردم به سوی دینی اسلام ترغیب میکردم. گفته همین خیلی غضب کردم. فاذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام في فكيف يصنعون بغير. این دشمنای اسلام که باریش و سله امروز خداشون پیچاندیم در گرد سلطان میگردن، اینها اگر من بر این انسانها همین خیلی طعنه زنم، پس اینها دیگر بیچاره ها چه خیلی طعنه زنه که گفتن ولو ان یهودی طلب من السلطان الانصاف لوجب علیه ان ينصفه. اگر یک یهودی آمده از سلطان طلب کند که انصاف کند، واجب است بر سلطان که به یهودی انصاف کند.
یعنی موافق انصاف، عدل و عدالت حکم کند. و انا قد اعفو عن حقی و قد لا اعفو، من گاه از حق خودم عفو میکنم کسی مرا تهمت کنه و گاه عفو نمیکنم. بل قد اطلب الانصاف منه، بلکه من انصاف طلب میکنم در حق من، از نام من فتوایی که من ندادم نگوید یگان کس. یعنی که در این مسئله غضب میکردم، مالشون گیرد پروا نداشتند، اگر غیبتی دنیوی کند پروا نداشتند، لیکن از نامشان فتوا و عقیده را نادرست نقل کند غضب میکردن علما. و ان یحضر هؤلاء الذین یکذبون، من طلب میکنم که آن آدم هایی که از نام من به سلطان خبرهای دروغ آوردن هموهای حاضر کرده شود به این مجلس، لیوافقوا علی افترائهم، تا اینکه به تهمت های کرده که موافقت کنند، گویان که ما در حقیقت در حق ابن تیمیه تهمت کرده، مفته اعتراف کنند. و قلت کلاما اطول من هذا الجنس، از اینم درازتر به همین جنس سخنها کردم. لكن بعد عهدی بهی، لیکن عهد من الان دور است، یعنی چندین سال گذشت، به تفصیل در خاطرم نیست گفتم. فاشار الامیر الى کاتب الدرج محی الدین بان یکتب ذلك، امیر به کاتب درج کاتب درج گفته، همین شخصیت میگه که هو الذی یکتب مکاتبات و الولایات و غیره فی الغالب، آن شخصی که در همین خیلی مجلس های امیر و سلطان سخنهایی که بین سلطان و بین حاضری میشد بوده که گپ می نویسته که آدم کاتبی درج میگه، کاتب هم نویسنده و امیر گفت که همین گپای ابن تیمیه همیشه نویسیده است. و قلت ایضا، این چون این با گفتم که كل من خالفني في شيء مما كتبته فانا اعلم بمذهبه منه، هر یک انسانی که یک چیزی، یک جمله، یک کلمه از همین عقیده واسطی و اگر خلاف من براید، من در مذهب و داناتر هستم. اگر مالکی باشد من در مذهب مالکی از وی عالمتر، اگر اشعری باشد در مذهب اشعری من از وی عالمتر، اگر شیعه باشد در مذهب شیعه من از شیعه ها عالمتر، اگر صوفی باشد در مذهب صوفی ها من از وی عالمتر. واقعا همین خیلی بودم در تمام مذهب، از صاحبان مذهب و از امامان مذهب بهتر و زورتر بودم. شیخ الاسلام رحمت الله علیه حتی در یک جای دیگر میگن که کدام انسان اگر برای عقیده باطل از قرآن و سنت دلیل آورد، مگر من در همون دلیلش به خودش رد میزنم، همون آیت همون حدیثی که دلیل آورد همان که خودش به رد میزنم، دیگر آیت رو دلیل نمیبیارم. هر یک آیتی که آورد برای دلیل مذهبش همون آیت که خودش رو رد میزنم. و ما ادری هل قلت هذا قبل حضورها او بعدها، نکی در یادم نیست که این گپ پیش از کتاب آوردن گفتم یا که بعد کتاب آوردن گفتم، لکنی قلت ایضا بعد حضورها و قراءتها، لیکن بعد کتاب آوردن و بعد قراءت کتاب گفتم که ما ذکرت فيها فصلا الا وفيه مخالف من المنتسبین الى القبله، هر فصلی که در این عقیده واسطی من ذکر کردم در آن مخالف هست از اهل قبله، آنهایی که من مسلمان میگم و به قبله نگاه میکنه، به قبله مسلمان ها. در هر یک فصل این کتاب مخالف است. همین سخنه فهمیدید؟ اصلش عقیده برای چی ذکر میکند برادرای عزیز؟ وقتی که کتاب عقیده طحاویه میخوانید میگوید که و ما اجازت میدانیم به مسیح مس کشیدن را در حضر و در سفر میگوید. برای چی این گپ امام طحاوی گفت؟ آیا مسئله فقهی است در کتاب عقیده برای چی گفت؟ برای آنکه شیعه ها به مسیح مس کشیدن را اجازت نمیدانند، بلکه به پای لوچ مس میکشند. ما به پای لوچ مس نمیکشیم، باطل است. ما به مسیح مس میکشیم و این همچون عقیده با دیگر در باب عقیده شد دیگر. فهمیده؟ برای چی؟ هر چیزی که در عقیده میگویند مگر وی مخالف دارد. برای همین علما رحمت الله علیهم نوشتن. بنابراین شیخ الاسلام گفتن که هر یک فصلی که در این کتاب هست مگرم از اهل قبله در این فصلها
در هر یک فصل جمله هاش مخالف هست و کل جمله فیها خلاف لطائفه من الطوائف، طایفه از طایفه ها به جمله از جمله های این کتاب خلاف میبراید. ثم ارسلت من احضرها، ثانیه آدم فرستادم تا اینکه کتاب بیارد و معها کراریس بخطی من المنزل، و همراهش کراریس بود، دفترهایم بود با خط خودم از منزل. شیخ الاسلام اساسا منزلشان دمشق بود ولیکن چند مدت در مصر هم زندگی کردند، چون که در مصر هم 2 مرتبه الله اعلم از به خاطرم 2 مرتبه زندان شدن، در اسکندریه زندان شدن، در قاهره زندان شدن. این چنین وقتی که همین جاها می آمدن در همین جاها زندگی میکردن. یا آدم فرستانیدن دفترها و همین کتاب گرفته آمد. فحضرت العقیدة الواسطیه، پس عقیده واسطیه حاضر شد، یعنی آورده شد. و قلت لهم هذه كان سبب كتابتها، سبب نوشتن این کتاب چنین بود که انه قدم علی من ارض واسط بعض قضات نواحیها. سبب نوشتن این کتاب در آن بود که به نزد من از زمین واسط بعض قاضی های ناحیه های آن آمد. شیخ یقال له رضی الدین الواسطی، شیخی که نام او رضی الدین واسطی بود، من اصحاب الشافعی، قدم علینا حاجا، به نزد ما همچون حج کننده آمد. و کان من اهل الخیر و الدین، شخص اهل خیر و شخص دیندار بود. و شکا من الناس فیه بتلک البلاد، شکایت کرد آن عقیده های باطلی که در عراق پیدا شده است. و فی دولت التتار من غلبت الجهل، برای آنکه چنگیز خان و لشکران آنها وقتی که به بغداد و به دیار عراق در آمدن الکی غلبه جهل شد، جهل مردم فرا گرفت و ظلم بسیار شد و دروس و دین و العلم از بین علم و دین رفت. چون در دریاها یک روز دریاها سرخ میشد، یک روز سیاه میشد، میگو در تاریخ ها سرخ میشد به خون مردم، سیاه میشد به رنگ کتابهای علمی گرفته به دریاها میپرتافت قوم چنگیز. بنابراین یعنی علم ها رفته ایستاده است. و سألنی ان اکتب له عقیده تکون له عمدة له و لأهل بیته، از من طلب کرد که من برای یک عقیده نویسم که تکیهگاه برای او برای اهل خانواده اش. فاستعفیت عن ذلك، من از این کار طلب عفت کردم، گفتم که من این کارو نمیکنم. و قلت له قد كتب الناس عقاید متعدده، مردم عقیده های گوناگون نوشتگی هستند. فخذ بعد عقاید ائمه السنه، بعضی از امام های اهل سنت را عقیده های آنها را بگیر بخوان. فعلح فی السؤال، سوال را به من تکرار کرد و مرا التماس سخت کرد که نویسم. و قال ما احب الا عقیده تكتبها انت، من دوست نمیدارم مگر آن عقیده که تو می نویسی ای ابن تیمیه. فكتبت له هذه العقیده، سپس من این عقیده را برای او نوشتم. و انا قاعد بعد العصر، و من بعد عصر نشستم و نوشتم. وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق، در حقیقت پهن شد چندین نسخه های بسیار در مصر و در عراق و غیرهما و غیر مصر و عراق. فاشار الامیر بألا اقرأها انا لرفع الریبة، پس امیر اشاره کرد که من نخوانم. کتاب آورده شد که کتاب من نخوانم تا اینکه شبهه از من برداشته شود. با نگم که یگان خطش پنهان کردی، یگان کلمش و جا کردی نخواندی، نگوید یگان کس. و اعطاها لکاتبه الشیخ کمال الدین، به نویسنده شیخ کمال الدین داد کتاب. فقرأها على الحاضرین حرفا حرفا والجماعة الحاضرون يسمعونها، یک حرف کمال الدین زملکانی قرائت میکرد و جماعت حاضران گوش میانداختند. دیدید برادران این کتاب چگونه کتابی است؟ تمام علمای دنیا را برای این کتاب برای بحث و مناظرش جمع کرده هستند.
فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا والجماعة الحاضرون يسمعونها ويورد المورد منهم ما شاء ويعارض فيما شاء. و اگر یگان ایراد و یگان ایراد گیرنده باشد ایراد میگرفت و اگر کسی اعتراض بیان کردنی باشد در جایی که خواهد اعتراض بیان میکرد. والامیر ایضا یسأل عن مواضع فیها، امیر هم از بعض موضعهایش پرسان میشد. وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف والهوى ما قد علم الناس بعضه وبعضه بسبب الاعتقاد وبعضه بسبب الاعتقاد وبعضه بغير ذلك. و آدم ها یعنی اشتراکچی ها حاضرین دانستند که در قلب بعضی از حاضرین، گروهی یک جماعتی از حاضرین در قلبشان خلاف و هوا یعنی بدبینی هست. مردم دانستند که بعضی از همین اهل نشست نسبت شیخ الاسلام بدبینی دارد. بعضی سببهای آن بدبینی ها به سبب اعتقاد و بعضیش به سبب غیر اعتقاد، مانند حسد. حسد در بین اهل صناعات از همه بین علما کلام است. حسد برادرای عزیز غالبا بین دو شخصی می شود که در یک ساحه متخصص است. 2 میلیونر در یک شهر زندگی میکنند، به هم دیگر آنها غالبا حسد میکنند. 2 عالم اگر در یک وزن باشند، در یک مرتبه باشند، به هم دیگر حسد دارند. لیکن اگر یکتاش بزرگتر و یکتاش پایانتر باشه آنها حسد نمیکنند به هم دیگر، چون که یکتاش یکش اعتراف میکنند. و حدادها مثلا بین هم دیگر، آهنگر دوریدگر بین هم دیگر، هیچگاه مثلا یک زرگر به یک دوریدگر رشک غیرت نمی کند، مقصد حسد نمی کند. یا یک کمبغل به یک مثلا شخصیتی که در ساحه او نیست. خلاصه حسد غالبا در 2 شخصه می شود که آنها همون چیز هر دوشان هم دارند. و از همه بدترین حسد و بزرگترینش در بین عالما می شود، چون که شیطان آنها را دیگه نمیتواند که وسوسه به عرق نوشی کند، وسوسه به فسق و فساد کند. آنها همین راه قطعی می‌دارند. نسأل الله سلامت و العافیه. بعد بنابراین شیخ الاسلام در جای دیگر گفتند که ما خلا جسد عن حسد، یگان جسد از حسد خالی نه. هر جسد که شد حسد دارد. ولكن الكريم يخفيه، لیکن شخصی کریم های پنهان میکند. واللئیم یبدی، شخصی لئیم نمیتواند پنهان کرده حسدش. در رنگ و روش و در گبزنیش حسد معلوم میشه. حسد اگر یک مثلا یک آدمی بد میدیده کسی تعریف کند تبش خیره میشد، اگر یک کسی تنقید کند خرسند میشد. این نشانه هاش. خب ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه المجالس. ممکن نه که هر یک گپی که در همون مناظره ها در آن 3 مجلس ها شده بود هم میبایی اینجا جمع کردن ممکن نیست. فإنه كثير لا ينضبط، برام که سخنهای دراز است، از پگاهی تا بگاهی میشد. لا ينضبط، همش جمع کردن نمیشد. لكن اكتب ملخص ما حضرني في ذلك، لیکن ملخصی یعنی که خلاصه آن چیزی که در خاطرم هست همینه برای شما می نویسم. مع بعد العهد بذلك، با وجودی آنکه عهد دور و دراز و چندین سالها گذشت خیر می نویسم. و مع انه كان يجرى رفع الاصوات و لغط لا ينضبط، و در این مجلس ها فقط آداب و اخلاق نه، بعضی آواز بلند کنی، بعضی لغط، سخنهای لغو، بعضی سخنهای بالا پست هم میشد که همین آنهای جمع کردن و نوشتن ناممکن است. گفتم یعنی همین مقدمه مناظره عقیده وسطی است. از درس آینده انشاءالله میخوانیم. یک جمله مثلا کمال الدین زملکانی میخواند، یگان کس خسته اعتراض بیان میکند، شیخ الاسلام تیمیه جواب میگرداند، بعد انشاءالله وارد مناظره میشویم. این همش تا همین حاضر مقدمه مناظره شیخ الاسلام
در عقیده واسطیه بود که خلاصش وقتی که مردم طلب کرد شیخ الاسلام رحمت الله علیه نوشتند. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.